من 13 سال می شود که هنرمند سیرک هستم. برای چی من در همین سیرک مهر بستم که برای که خانه ما در همین نزد سیرک بود و که خورد بودم نمایش رو تماشا کرده از همون وقت ذوق همین سیرک در دلم پیدا شد. اساساً بسیار ژانرها در کار کردگی دارباز کار کردگی بودم، اسب‌باز، علوبازی، اکروباتیکا کار کردگی. سالهای اخیر با داربازی، علوبازی و جیگیتوفکا یعنی اسب‌بازی مشغول هستم. اولین مرتبه رفته در جمهوری مردمی چین تصمیم گرفتم که یک گروهی اسب‌بازی از تاجیکستان تشکیل کردم در کار. از تاجیکستان جوانان ورزشگر رو دعوت کردم در آنجا آنها رو یاد داده همین گروهی اسب‌بازی تاجیکی رو در آنجا تشکیل کردیم با نام گروهی سامان. در عین حال از نام تاجیکستان پرچم تاجیکستان رو در آنجا علم برداشته کار فعالیت میکنیم.